در افغانستان ولایت هرات به دلیل داشتن و حضور آبده‌های باستانی و فرهنگ غنامند آن شهرت جهانی دارد. هرات در تاریخ 5000 ساله خود مدنیت‌های زیاد را در دامان خود پرورانیده است که وجود و حضور آبده‌ها و آثار تاریخی متعدد گواه و دلیل بر این مدعاست. گرچه در گوشه و کنار ولایت هرات آبده‌های تاریخی و تفریحگاه‌های فراوان وجود دارد، ولی در کنار آن یک جای دیدنی و خاص دیگر نیز وجود دارد که او را منظر جهاد مردم افغانستان می‌نامند، که بدون شک جای است دیدنی و به یاد ماندنی. در دامنه کوههای شمالی شهر هرات در جوار تفریحگاه باغ ملت، کاشی‌های فیروزرنگ منظر جهاد مردم افغانستان چشم هر رهگذر را به خود خیره می‌کند و پرسش در ذهن بیننده خلق می‌شود که این بنای تاریخی چیست و داخل آن حکایت از چی دارد. اینجاست که به داخل آن می‌رویم تا از واقعیت درون منظر جهاد مردم افغانستان باخبر شویم. منظر جهاد و یا موزیم ملی جهاد مردم افغانستان یکی از جمله دیدنی ترین مناظر و موزیم های افغانستان است. جایی که در آنجا شجاعت و صلابت دلیرمردان این سرزمین با کلک هنرمندان این دیار بازآفرینی شده و در نتیجه منظر جهاد را به یادگار گذاشته که بدون شک با دیدن و تأمل بر این تصاویر، صحنه‌ها و میادین واقعی جنگ و تجاوز قشون سرخ بر ملت مظلوم افغانستان در ذهن بیننده تداعی می‌گردد. این بازآفرینی صحنه‌ها و مشقت‌های جنگ توسط کلک هنرمندان چیره دست در حقیقت سند است مانا و دیرگاه برای نسل‌های بعد از ما و گواه و نشان است بر محق بودن جهاد مردم افغانستان و رسوایی دیکتاتوران شوروی. قصد و نیت ما در این فیلم به هیچ عنوان بزرگ جلوه دادن رشادت‌ها و شهامت‌های فرزندان مجاهد انقلاب اسلامی افغانستان نیست، ولی آنچه که حقیقت است این است که انقلاب اسلامی افغانستان در تاریخ معاصر این کشور افتخار بزرگ است و متعلق به یک فرد، جناح، منطقه، لسان، نژاد، ملیت و مذهب خاصی نیست و می شود گفت که آحاد مردم افغانستان در این جهاد فی سبیل الله سهم داشتند که مزدشان با عزت منان است. ولی در اینجا می خواهیم مفصل به نظاره فیلم بنشینیم که در آن هنر سرلوحه کار قرار گرفته و کوشش گردیده که همه چیز به زبان هنر به نمایش گذاشته شود تا بیننده خود با فهم و درک حقیقی خیش تشخیص و تمیز نماید و با دیدن این تصاویر خود به دنبال حقیقت برود. مای سوره فصل شادی ختم جوره، این هراته خط به خط از خاطراته، مای روته مای سوره فصل شادی ختم جوره. این بنا به خاطر انعکاس گوشه‌های از تاریخ معاصر کشور با عنوان منظر جهاد مردم افغانستان به ابتکار امیر محمد اسماعیل و سرپرستی سید عبدالوهاب قتالی به تاریخ 15/2/1381 تهداب گذاری شد تا نسل‌های آینده تصویر از این برهه تاریخی کشور خود را به تماشا بنشینند. منظر جهاد مردم افغانستان در زمین به مساحت 18788 متر مربع اعمار گردیده است
برای شناخت هرچی بیشتر این بنای بیات ماندنی آن را در دو بخش بیرونی و داخلی تقسیم می کنیم و برای فهم بیشتر و بهتر از ساختمان مدوری که با کاشی‌های فیروزه‌ای سنتی هرات تزئین و سنگ‌های سفید مرمر هرات بر بدنه آن حکاکی گردیده است شروع می کنیم. این خانه مدور در مساحت 500 متر مربع اعمار شده است و چنان که دیده می شود نمای بیرونی آن با کاشی‌های رنگارنگ منحصر به فرد سنتی هرات چوکات بندی و هر چوکات آن با قطع شعر حماسی که بر روی کاشی‌ها نوشته شده مزین شده است. اگر تنها و صرفاً بر کاشیکاری این بخش توجه کنیم می‌بینیم که استادان هنرمند کاشیساز، تذهیبکار، رنگامیز، شاعر، خطاط و در نهایت کاشی تراش بر روی تک تک کاشی‌های این بنا زحمات قابل ملاحظه و چشمگیر کشیدند. خوشبختانه تمام مراحل انجام کار توسط فرزندان هنرمند هرات صورت پذیرفته است. در میان هر چوکات تذهیب کاری شده توسط کاشی‌ها چند دانه تخت سنگ سفید مرمر به طور منظم کار گردیده و بر روی هر کدام آنها نام، ولد، منطقه، تاریخ تولد، تاریخ شهادت و محل شهادت تعداد کثیر از شهیدان راه انقلاب اسلامی افغانستان خطاطی و حکاکی گردیده که دو رنگ سرخ و سیاه بر روی سنگ مرمر سفید هرات درخشش خاص به آن بخشیده است. چنان که دیده می شود زمین منظر جهاد در دامنه های کوه واقع شده است و از طرف شمال به جنوب افتادگی دارد. چنان که از بالا تا پایین 30 متر تفاوت دارد. بنابراین ضرورت بوده که جهت آبیاری و سرسبزی محیط بیرونی منظر جهاد راه سنجیده شود و زمین طبق نقشه مهندسی شده پلکان زده شود تا زمین یک دست و صاف ولی در چند طبقه قرار گیرد که در ابتدا ما از طبقه بالا شروع می‌کنیم. در طبقه فوقانی آنچه که بیشتر از همه به چشم می‌آید و قابل تأمل است حوض آب میباشد. این حوض از طریق چای آبی که در پایین حفر گردیده و توسط پمپ آب را به اینجا میرساند همیشه آب دارد و سپس از اینجا آب به صورت تقسیم برای آبیاری درختان و گلهای قسمت شمالی نمای بیرونی منظر جهاد استفاده می شود تا درختان و گلها همیشه در اینجا سبز و خرم باقی بمانند. در قسمت دوم نمای بیرونی جنگ افزارهای به غنیمت گرفته شده و به جا مانده از تجاوز قشون سرخ شوروی جابجا گردیده که این تجهیزات و جنگ افزارهای ثقیل شامل طیاره جت میگ 21، تانک‌های غول‌پیکر زرهی، تانک‌های زنجیری و نفربرهای زرهی ساخت شوروی است که هر کدامشان در زمان خود پیشرفته‌ترین نوع وسایط جنگی بودند. در قسمت سوم نمای بیرونی جنگ افزارهای نیمه ثقیله و قابل انداخت جابجا شده که شامل انواع توپ‌ها، 40 میله ها، 10 شکه ها، 4 میله، 2 میله، 1 میله، دافع هوا، زیکو 1 و دیگر سلاح‌های نیمه ثقیله ساخت شوروی است که توسط هر کدام این ابزار جنگی جان هزاران انسان بیگناه و مظلوم افغانستان گرفته شده و هزاران کودک این وطن یتیم و هزاران زن افغان بیوه گردیده است. حضور گسترده این همه جنگ افزارهای ثقیل گواه و دلیل روشن است بر جنگ نابرابر ارتش شوروی با ملتی که دستانش خالی ولی ایمانش قوی بود. در قسمت چهارم آنچه که از همه بیشتر جلب توجه می نماید پارک های سرسبز، درختان زینتی و گل های رنگارنگ است که مکان های زیبا برای نشستن و تماشاست و در دو طرف این مکان 2 فروند طیاره هلیکوپتر ساخت شوروی قرار دارد که نمونه های از هزاران طیارات است که در کشتن مردم افغانستان بیشترین نقش را داشتند، زیرا که این چرخبال ها از آسمان مجاهدین و مردم مسلمان را در زمین تشخیص و بمبارد می نمودند که تک تک این مردم خاطرات بس ناگوار از این چرخبال های جنگی دارند. در قسمت پنجم نمای بیرونی منظر جهاد مردم افغانستان حوض بزرگ ذخیره آب برای آبیاری درختان وجود دارد
که از طریق آن آب توسط پمپ مخصوص به ذخیره بالا انتقال نموده و سپس از بالا دوباره جهت آبیاری درختان و پارک‌ها تقسیمات می‌گردد. البته قسمت هم زمین خالی است که در نظر است برای پلان‌های بعدی و انکشافی منظر جهاد از آن استفاده گردد. شروع تاریخ زنده نبض انسان جانده پیش رو تاریخ زنده نبض انسان جانده می نشاند جای گریه میرو شادی لطف و خنده می نشاند جای گریه میرو شادی لطف و خنده ای هراته خط به خط از خاطراته مایوته مای سوره فصل شادی ختم جوره ای هراته خط به خط از خاطراته مای روته مای سوره فصل شادی ختم جوره. و اما بخش دوم منظر جهاد مردم افغانستان سالون‌هایی است که در دو طبقه به شکل موزیم ساخته شده و در آن ویترین‌های خاص از انواع سلاح‌های خفیفه و مرمی‌های بجامانده از جنگ شوروی به صورت حرفه‌ای چیدمان گردیده که از جمله سلاح‌های دستداشته مجاهدین نیز در اینجا دیده می‌شود. چیزی که در این سالن بیشتر از همه مورد توجه است این که باز هم هنر در اینجا همه چیز را به هم آمیخته است، طوری که تعداد تمثال‌های از همه اقوام افغانستان با لباس‌های خاص خودشان در دو ویترین زیبا قرار داده شده که گویی برای هر تازه واردی به سالن خوش آمدید میگویند و خود را به نمایندگی از ملیت سهیم این جایگاه می‌دانند. در داخل سالن ورودی راهرو تونل مانند است به سمت شمال که حس هر بیننده را برمی‌انگیزد تا زودتر از این راهرو بگذرد و خود را به سالن منور برساند که با عبور از آن اثرهای بسیار غنی از هنرمندان هرات جلب نظر می‌کند که شامل هنر رسامی و عکس‌های از شهیدان و رهبران جهاد مردم افغانستان است که توسط استادان هنر رسامی بر روی بوم‌های نقاشی نقش بستند. دوم گچ‌برری‌های ظریف بر سقف این راهرو می باشد که البته نورپردازی خاص بر زینت آن افزوده است. گفته نیست که عکس‌های موجود در اینجا از همه شهدای ولایات افغانستان می باشد. از این راهرو که جلو می رویم به پلکان مدور می رسیم که ما را به داخل سالن اصلی می برد. پس از عبور از پلکان اولین چیزی که به چشم می‌خورد ماکت‌های چند تن از مجاهدین است که با تفنگ‌های دست داشته همه متوجه یک شخصیت که در اصل فرماندهشان میباشد هستند. جهت معلومات بیشتر از این ماکت‌ها خوب است که به سنگ نوشته کنار آن لحظه بنگریم. 20 سرطان الی اول اسد 1366 خورشیدی برابر با 11 الی 23 جولای 1987 میلادی همایش بزرگ مجاهدین به ابتکار و هدایت الحاج امیر محمد اسماعیل موسوم به شورای ساغر جهت انسجام مجاهدین در ولسوالی ساغر ولایت غور برگزار شد. در این نشست و شورای سرنوشت‌ساز و وحدت آفرین که نماد از یک شورای ملی و قانونمند در کشور به شمار می رود، بیش از 1200 تن از فرماندهان جهادی سراسر افغانستان از مسیرهای ناهموار و دشوار گذشتند و خود را به محل شورا در ولایت غور رساندند. شورای ساغر نقطه عطف است در ایجاد طرح‌ها و راهکارهای مفید که حمایت پرشور مجاهدین را برانگیخت و قطعنامه 20 ماده‌ای را به هدف تطبیق برنامه‌های استراتژیک و افغانستان شمول تصویب نمود و بر رغم حضور سهمگین نظامی دشمن و بمباردمان‌های پیاپی نتوانست کوچکترین خلل در برابر برگزاری آن ایجاد کند. بعد از تماشای نماد شورای ساغر، پلکان مدور بیننده را به سمت بالا به طرف منظر می‌برد. وقتی از پله‌های مارپیچ به بالا می‌رسیم،
معنی منظر را می‌دانیم که چیست. براستی که اینجا وقت ایستاده هستی از داخل هر رواق آن یک منظره بسیار زیبا و دیدنی به چشم می‌خورد. اینجا شکوه و هنر نقاشی و ماکت سازی به هم آمیخته و عظمت لحظه های بیاد ماندنی را به یادگار گذاشته است. در اینجا طوری که دیده می شود بر روی بدنه دیوار داخلی سالن مدور تاریخ وقایع گذشته و طور هنرمندانه توسط استادان هنر صحنه آرایی و سپس نقاشی شده است. چنان که در تصویر می‌بینیم باغ فراموزخان در داخل فرقه هفته پیاده هرات محل استخبارات رژیم وقت جلب نظر می‌کند. بعد از کودتای 7 ثور 1357 خورشیدی تحرکات برخلاف عقیده اکثر ملت مسلمان افغانستان صورت پذیرفت. در کنار دین ستیزی بزرگترین ضدیت رژیم با مردم سرمایه‌دار و ثروتمند بود. حاکمان وقت می‌خواستند ثروت دیگران را بین کارگران و دهقانان تقسیم کنند که این بر علاوه دین ستیزیشان بهانه‌ای بود برای دستگیری و قتل‌های دست جمعی هزاران انسان مسلمان روشنفکر و یا ثروتمند. بنا بر اعترافاتی که باغبانان و سربازان باغ فراموزخان بعدها نمودند، هر شب و هر روز تعداد از مردم مسلمان با چشمان و دستان بسته به قتلگاه آورده می شدند و بنا بر دستور اربابان کاجیبی علیرغم تعامل قلبی بعض سربازان در حالی که فقط صدای الله اکبر از زبانشان جاری بود تیرباران می شدند و سپس اجسادشان در گوشه‌ای که بعدها کشف و به نام تپه شهدای گمنام مسما گردیده به طور دست جمعی به گورهای از قبل حفر شده انداخته می شدند. در مدت کمتر از 1 سال رژیم وقت چنان عرصه را بر مردم مسلمان تنگ ساخت که حس قیام عموم مردم را برانگیخت و شروع این قیام در تصویر بعدی دیده می شود. مردم مسلمان هرات به فتوای علمای دین آمادگی یک قیام عمومی را گرفتند و دیر نگذشت که در 24 اوت 1357 خورشیدی قیام خودجوش مردم هرات شکل گرفت و مردم مسلمان برای سرنگونی رژیم وقت از سراسر ولایت هرات به مرکز شهر هجوم آوردند. در تصویر اول نمای از موقعیت دروازه قندهار در جنوب شهر هرات و ساعات آغازین قیام را نشان می‌دهد که مردم از هر کوچه و جاده با بیل، کلنگ، تبر، شمشیر، چوب و دستان خالی اما اعتقاد قوی به سمت پسته‌های امنیتی رژیم هجوم بردند. روز عجیبی بود. مردم در مدت زمان اندک از چندین طرف بر پسته‌های نظامی دولت سرازیر شدند و سربازان رژیم با داشتن سنگر و سلاح رگبار مردم قیام کننده را به گلوله می‌بستند و مردم فقط با شعار الله اکبر و لا اله الا الله دسته دسته به زمین می‌غلتیدند. کس متوجه نبود از کجا و چگونه مردم شهید می‌شوند تا که مردم سنگر را پیدا می‌کردند، سپس به طور دست جمعی به طرف سنگر دشمن هجوم می‌بردند و آن را فتح می‌کردند. در این تصویر ما شاهد ادامه قیام در ساعات میانی روز 24 اوت هستیم که موقعیت پای حصار ترسیم گردیده است. آنچه که از موضوع تصویر گرفته می شود همدلی و همصدایی مردم و قساوت رژیم است و باز هم از سنگر بلند و حصار و دژ بظاهر فتح ناشدنی دشمن مردم مسلمان از تیرکش‌های ارگ هرات برگبار بسته می شدند، ولی برای بردن یک شهید یا یک زخمی چندین نفر دیگر نیز
به شهادت می رسیدند. و چون مردم از قساوت رژیم باخبر بودند، از جان دریغ نکرده و به طرف سنگرهای دشمن به داخل ارگ هجوم بردند تا که آن حصار بلند و تسخیر ناپذیر را فتح کردند و بیرق سبز رنگ الله اکبر را بر فراز برج‌های ارگ به اهتزاز درآوردند. در روز قیام 24 هوت، هنگامی که سربازان و افسران مسلمان و دلسوز ناباورانه ددمنشی و ظلم رژیم وقت را علیه مردم بی‌دفاع مشاهده نمودند، تعدادی از افسران و سربازان تحت هدایت و قمانده امیر محمد اسماعیل که خود یکی از افسران نظامی فرقه هفته هرات بودند، به حمایت مردم بی‌دفاع شهر در داخل فرقه قیام نمودند که سرانجام در یک نبرد رویاروی در طی چند ساعت تمام فرقه هفته هرات را فتح و نیز طوله دافع هوا که در آن زمان امیر محمد اسماعیل فرمانده و قماندان آن بودند، با جمع یاران و همسنگران برای دفاع و جلوگیری از بمباردمان مردم بی‌دفاع از سوی طیاره‌های بمب افغان رژیم وقت تلاش ورزیدند که در نتیجه یک فروند طیاره جت رژیم سرنگون گردید. این حمایت نیروهای نظامی مسلمان بود که شهر هرات در یک روز فتح شد و به مدت یک هفته شهر توسط مردم قیام کننده و مجاهدین اداره می شد. نیروهای رژیم وقت بعد از یک هفته با حیله‌گری و روبه صفتی با تانک‌های زرهی وارد شهر هرات شدند و مجاهدین برای انجام عملیات‌های چریکی مجبور به عقب نشینی به قریه‌ها و کوههای شمال و غرب ولایت هرات گردیدند. در ششم جدی 1358 خورشیدی افغانستان از راه زمین و هوا آماج تجاوز قشون سرخ شوروی قرار گرفت. هنوز ملت نجیب افغانستان از دلهره و شوک کودتای ننگین هفتم ثور 1357 بیرون نیامده بود که عقربه‌های زمان روز تیره و تار دیگری را به این ملت ستم دیده رقم زد. در ششم جدی 1358 درامه کودتاگران با کشتن حفیظ الله امین، ببرک کارمل همراه با ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شد و بر اریکه قدرت تکیه زد. این تجاوز شوروی خلاف همه موازین بین المللی صورت گرفت و در نتیجه جز شرمساری و فروپاشی نظام 70 ساله شوروی چیزی بر مقام نیاورد. تصویر پنجم اوج جنگ‌های مجاهدین در غرب هرات است. در این تصویر که اوجگیری جنگ‌های چریکی مجاهدین در مبارزه با رژیم وقت را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که مجاهدین در قریه‌های غرب ولایت هرات سخت در حال جهاد و مبارزه هستند. همچنان گروهی از خانواده‌ها را می‌بینیم که با گذشتن از مال و دارایی خود راه هجرت را در پیش گرفتند و به کشورهای دیگر مهاجر شدند. آنچه را در این تصویر می‌بینیم لحظه است از 14 سال جهاد شبانه روزی مجاهدین و مردم افغانستان. دولت وقت با وجود داشتن نیروی منظم و سازماندهی شده از هوا و زمین بر مجاهدین آتش می‌ریزد و مجاهدین با حفظ سنگرهای خود با ابتدایی ترین امکانات جنگی ضربات سنگین را بر دشمن وارد کردند. در اینجا باید از جهاد شیرزنان افغانستان نیز یادآور شویم، زیرا که آنها در پشت جبهه برای مجاهدین و فرزندان خود عیاشه تهیه می‌نمودند. این جهاد و مقاومت مردم مسلمان افغانستان بود که بالاخره زمینه فرار شوروی از افغانستان را فراهم کرد. تصویر ششم، فرار شوروی‌ها از افغانستان. قشون سرخ شوروی با هدف رسیدن به آبهای گرم بحر هند به افغانستان تجاوز کرده بود، ولی هرگز نتوانست بر اراده راستین و استوار ملت افغانستان غلبه کند و افغانستان را همچون دیگر مستعمرات خود زیر سلطه قرار دهد. مقاومت مجاهدین در تمام کشور باعث شد تا تلفات سنگین جانی و مصارف گزاف اقتصادی به نظام شوروی وارد گردد
و متجاوزین شوروی با پذیرش شکست به تاریخ 26 دلو 1367 خورشیدی برابر با 15 فوریه 1989 میلادی مجبور به ترک افغانستان شدند. آخرین نظامی شوروی که از پل حیرتان در مزار شریف به کشور خود برمیگشت، ژنرال بوریس کروموف، فرمانده کل نیروهای شوروی در افغانستان بود که با گذشتن از پل به عقب نگاه میکرد و میگفت هرگز دیگر به این کشور نگاه نخواهیم کرد. تصویر هفتم جنگ زندجان است. زندجان یکی از خاطر انگیزترین ولسوالی ها در دوران جهاد بود. جنگ زندجان که یکی از به یاد ماندنی ترین جنگ های مجاهدین در ولایت هرات است، به دلایل زیاد قابل یادآوری می باشد. زیرا که این جنگ سرنوشت سیاسی افغانستان را به نفع مجاهدین تغییر داد. این جنگ در سال 1370 در مدت 10 ماه و 11 روز در ولسوالی زندجان ولایت هرات که پایگاه اصلی مجاهدین حوزه جنوب غرب بود، از طرف دولت وقت راه اندازی شد. در آغاز جنگ رژیم وقت با بسیج کردن اکثر قوت‌های زمینی و هوایی خود می‌خواست جنگ را در یک حمله غافلگیرانه در مدت 24 ساعت ختم و مجاهدین را الی مرزهای غرب هرات به عقب براند. ولی غافل از اینکه مجاهدین با آنها در جنگ رویارویی و تن به تن ایستادگی می‌کنند و به جز چند ساعت خواب تصرف ولسوالی زندجان را از سر دشمن می‌پرانند. رژیم وقت به دلایل زیادی که داشت بابت تصرف هر متر از سرزمین ولسوالی زندجان جایزه تعیین کرده بود و با آزمایش چندین نوع تکنیک خود در مدت 10 ماه و 11 روز نتوانست وارد حریم زندجان شود. زیرا مجاهدین به توکل خدا عزم و ارادهشان این بود تا که یک نفر زندجان هست ولسوالی زندجان را به دشمن ندهند. این جنگ همراه با معاصره بود که مجاهدین هرات را شهرت جهانی داد و حقیقت شکست رژیم وقت این بود که در مدت 10 ماه و 11 روز یک وجب از خاک ولسوالی زندجان را به تصرف خود درآوردن نتوانست و در نهایت با قبول تلفات و خسارات هنگفت مالی صحنه را ترک نمود و این سرآغاز پیروزی مجاهدین در سراسر افغانستان گردید. چرا که مشاورین نظامی رژیم وقت به این باور بودند که شکست در جنگ زندجان روحیه جنگی افرادشان را پایین آورده و دیگر راه جنگیدن ندارند. بنابراین بعد از 43 روز شهر هرات سقوط کرد و مجاهدین در 29 حمل 1371 وارد شهر هرات گردیدند. 29 حمل 1371 خورشیدی برابر با 18 اپریل 1992 میلادی روز آزادی ولایت هرات است. در این روز مجاهدین هرات فاتحانه و بدون خونریزی وارد شهر هرات شدند. فتح هرات به دست مجاهدین یکی از موفق‌ترین عملیات دوران جهاد به شمار می‌رود. در حقیقت فتح هرات آغاز سقوط رژیم وقت در کشور بود. مجاهدین پرتوان هرات پس از 14 سال جنگ چریکی و جبهه‌ای عملیات گسترده‌شان را در ساعت 6 شام 28 حمل تحت رهبری الحاج امیر محمد اسماعیل برای آزادسازی شهر هرات آغاز کردند. عملیات شب 28 بر 29 حمل 1371 از سه محور یعنی دروازه عراق، دروازه ملک و محل بابا حاجی آغاز شد و تا ساعت 11:30 به طول انجامید. همان روز آخرین پایگاه دشمن در قوای 4 زرهدار در غرب هرات عملاً به دست مجاهدین قهرمان فتح گردید. روزای را که دیدی صبح نوروز و عیدی، روزای را که دیدی صبح نوروز و عیدی، شام
شام تاریکی اوسیان خطی از خون شهیدی شام تاریکی اوسیان خطی از خون شهیدی ای هراته خط به خط از خاطرات مای اوته مای سوره فصل شادی ختم جوره ای هراته خط به خط از خاطرات مای اوته مای سوره فصل شادی ختم جوره برمیگردیم به منظر جهاد و اما فاصله بین دیوار و الی منظرگاه یعنی کف سالون مدور توسط استادان هنر ماکت سازی چنان زیبا ماکت سازی گردیده که پیوند عمیق بین ماکت و نقاشی به وجود آورده است و واقعا قابل تحسین است. ماکت های ساخته شده مقابل هر تصویر نقاشی همانند تصاویر رسامی هر کدام آن روایتگر فصلی از تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان در ولایت هرات می باشد که این یادمانه به خاطر واقع‌گرایی بیشتر از هرات به عنوان نمونه از تمام افغانستان نقاشی گردیده. وقتی از منظرگاه به داخل سالون مدور نگاه می کنیم دقیقاً انقلاب 14 ساله مردم افغانستان در 9 تصویر جدا ولی در هم آمیخته و با هم مرتبط مجسم می گردد که چگونه انقلاب افغانستان شروع می شود، چگونه به اوج می رسد و در نهایت چگونه به پیروزی می رسد. شرح حال هر تصویر با 2 زبان فارسی و انگلیسی بر دیواره هر ستون نوشته شده که برای فهم بیشتر موضوع خوب است که ما هم نیز به آن توجه داشته باشیم. هرچند در این منظر بمانیم و ساعتهای متمادی و پی در پی بر آثار هنری و حقیقت جهاد و مبارزه و نیز بر دستان خالی و انبوه جنگ افزارهای شوروی نظاره‌گر باشیم، با آن هم این منظر تماشایی است. ولی بناچار باید برویم و بخش‌های دیگر را نیز به تصویر بکشیم. با یک عالم تعجب و حیرت از راهی که آمدیم دوباره به همان سالون اصلی برمیگردیم که در 2 طرف آن 2 پلکان وجود دارد که یکی برای ورود و دیگر برای خروج از سالون بالا اعمار شده است و هر کدام این پلکان ها نیز با عکس های از سرداران شهید راه انقلاب اسلامی افغانستان دکور گردیده و خود دکور و تنظیم منظم عکس ها یک هنر و سلیقه خاص را می طلبد که به یقین در تمام مراحل کارهای انجام شده گذشته و امروز منظر جهاد نقش مرد با تدبیر همچون سید عبدالوهاب قتالی را نباید نادیده گرفت، زیرا او چنین نظم و رهبری منظم را به وجود آورده است. این سالون عکس‌های شهیدان است. در 3 طرف این سالون ویترین‌های بزرگ از جنس آلومینیوم گذاشته شده. داخل ویترین ها تعداد زیادی از عکس های دوران جهاد مجاهدین افغانستان در چوکات های خاص به طور منظم و با سلیقه خاص چیده شده. وقتی به هر یک از عکس ها نگاه می کنیم دنیای متفاوت را می بینیم. شاید برای نسل امروز قابل درک نباشد که 20 سال قبل از امروز آنچه را در این مجموعه عکس های مجاهدین که اکثرا شهید و یا معلول هستند می بینند واقعیت روز بوده. اینجا گنجینه است گرانبها برای فرزندان این مرزبون، چرا که در منظر جهاد به این واقعیت میرسیم تا قدر امروز خود را بدانیم، چرا که این آرامش و آسایش امروز ما از برکت خون هزاران شهید است که به خاطر ما جانهای شیرین خود را فدا نمودند. در فرجام به اتاق پذیرایی و نگارش دیدگاه‌های منظر جهاد می‌رویم. در اینجا اقلاً برای 20 نفر مهمان جای ترتیب شده و کتاب ثبت خاطرات نیز گذاشته شده است تا بازدید کنندگان نظرات و دیدگاه خود را بنویسند. در اینجا رسم است هر کس برای دیدن منظر جهاد می‌آید
بعد از بازدید از او با نحو احسن پذیرایی صورت می گیرد. سپس کتاب دیدگاه برایش گذاشته می شود و او دیدگاهش را می نویسد و همچنان عکس یادگاری نیز از او گرفته می شود. چنان که بعضا از مجاهدین و رهبران جهاد که سالیان قبل از این جا دیدن نمودند و بر این صفحه های کتاب دیدگاه و نظرات نوشتند و عکس یادگاری گرفتند، چند بعد به شهادت رسیدند که امضا و عکسشان برای همیشه در اینجا به یادگار مانده است. از منظر جهاد مردم افغانستان به خاطر ارزش هنری و فرهنگی آن تا حال افراد و شخصیت‌های بسیار زیاد دیدن نمودند. بی بهانه نیست اگر حضور بازدید کنندگان مهم ملی و بین المللی را در اینجا به نظاره بنشینیم و با امید اینکه هر بیننده که این فیلم را می‌نگرد در راه غنامندی و پرباری هرچی بیشتر منظر جهاد مردم افغانستان ما را با ارسال آثار بجامانده از جهاد این کشور از قبیل عکس، فیلم، نوار صوتی، مجله، وسایل شخصی شهیدان و هر آنچه از آثار دوران جهاد نزدشان باقی مانده به ما بسپارند تا که آثار جهاد مردم افغانستان در این موزیم به طور همیشه باقی بماند.